این نقاب را از کجا یافتی؟ این نقاب زاغ سیاه هست. یعنی اگر شما را نشناسم از زاغ سیاه بودنتون زاغ سیاه حتی فکرش خنده آور است. نقاب را از یگونجا نیافتم. این نقاب از من است. نفهمیدم. یگونجوی نفهمیدن دارد خانم. زاغ سیاه منم. چی؟ زاغ سیاه شما هستی؟ بله خانم، زاغ سیاه منم. خیر، یک دقیقه. پس ما رو از دست قنعانی دیوان شما نجات دادید؟ بله. پس رسم مادرم رو شما برگرداندید؟ بله. امروز هم شما مرا نجات دادید؟ بله خانم زهرا، من نجات دادم. بله، گفتم که زاغ سیاه منم. دوملا نمیدونم باور کنم یا نکنم. شما زاغ سیاه؟ باور کردن و نکردن در دست شماست خانم. در حقیقت کوشش کردم که خودم را از شما پنهان کنم اما نشد. اما چه خیلی اما چرا؟ اما چی خانم زهرا؟ خانم سلیم، برای با من به اینجا آمدن تو چنا خورسندم که تشکر زیاد. آخر که چنون مجبور کردی که رد کردن نتوانستم. برای بهتر نرفتن تو را جشن گرفتن شما رو به اینجا آوردم. خیر میلش جونم، برای من هم خوب میشد. کمتر سرم رو آرام میکنم. شما خواهید من شما رو برای آرام کردن سرتان دایر به سر گشت میبرم سیلین جان. لیوین جون، اما هر شب نمیشود. میلش شما الان اینجا استید، من برایش یک کوکتل شیرین میارم. زود میارم. قخشی سیلین جان. تایلا خوشحالی اینا رو بینه. کاری با ایتالیا نرفتنی دختر را مانع شده. این چهارچشم جشن میگیرد. سلین؟ ها؟ امره؟ باورم نمی آیده. شما چه خیر زاغ سیاه بوده می توانید؟ زهرا اینو چند بار گویم، زاغ سیاه منم آخر. زاغ سیاه؟ شما زاغ سیاه؟ چرا شما میخندید؟ من نفهمیدم. دامولا شما چه خیلی زاغ سیاه بوده می توانید؟ باز اینش چی معنا داره؟ دامولا شما دامولا زاغ سیاه نیستی؟ گوش کنید خانم زهرا، مگر دامولا زیاه بودنم و زاغ سیاه بودنم مانگی دارد؟ این چه خیلی منطق است؟ من نفهمیدم. بس است. بس کنید. چی اینقدر درست کردید؟ از دروغ گفتن شرم نمی دارید؟ دروغ؟ دامولا
حالا لطفا نکنید حالا هم دوام داده ایستاده این رو چرا میکنید نفهمیده ایستادم چرا نفهمیدید خانم؟ زاغ سیاه منم گفته ایستادم. این کس رو بیننده حالا هم دوام داده ایستاده نفهمیدم چرا زاغ سیاه بودنت رو به من گفته ایستاده گوش کنید خانم، چون که من دیگر طاقت ندارم. بچی طاقت نداره دنبالا بچی طاقت نداره گفته ایستاده این چه تصادفی خوب شد. تو را دیدم بسیار خوشم آمد. تو در کجاها بودی؟ یک سال است که صدایت نمیبراید. رقم تلفنت رو هم عوض کرده ای؟ هیچ گپ نی، برگشتم کو. تو را بسیار یاد کردم. میبینم بسیار هم زود آمدی. یعنی وای کی باشه؟ پگاه به خوراکخوری میروی؟ پگاه وقت ندارم. فهمم. روز دیگر وقت دارید؟ نمیدونم. پس این احمقش کیست ها؟ کیست؟ نمیدونم. این خیل نکن سلیل، به خاطر سالهای همراه بودم. بایلش. الان این خیل تمام. رقم تلفنت رو میدهی؟ کنی بیدی؟ مرحمت. مرحمت شربت زردالو. تشکری زیاد. بای شناسی من امره دوستم. سلام علیکم. سلام. لعنتی روزبه سردار شعبه کارهای داخله. امره سنمیز. من در فرق ندارم. من هم شادم. خیر میدر سلیل جان، تو را در خوراکخوری انتظارم. چی های؟ من رفتم زنگ میزنم. خودش چی گپ است؟ چه گپ است؟ ای احمق شما چی کار میکنه؟ من یعنی گوش کنید من چی شمایه؟ بس است این رو بس کنید آخر نسبت زاغ سیاه احساسات داشتنم را دانسته ای را سوی استفاده میکنید این مگر فرصتگرایی نیست؟ خانم آخر گوش کنید. شما چقدر فرصتگرا بوده اید سمیرا فرصتگرا گفته پس زدید حالا باشد شما از چی فرق دارید اکنون به من بگویید شما مرا دوست نداشتید کو من به شما باوری داشتم نسبت شما احساسات پیدا کنم گفته به نقش زاغ سیاه در آمده ایستاده اید تموم شد دیگر این را دوام دادن نمیتوانیم. خانم زهرا دولا بس است این را بس کنید بیزار شدم آشکارا مرا دوست داشتنتان را اعتراف کنید این ازدواج ساخته دوام داده نمی شود همه از پشت زندگی خود شود. خانم زهرا من چرا شما را دوست دارم؟ این را چند بار با شما گفتم چرا درباره جدا شدن گپ بزنید؟ شما الکی حامله دار هستید مرا ببخشید اما من نمیگذارم که به من گویند که زنی حامله دارش را پرتاب طرف. این را باید پیش از دروغ گفته‌تان فکر میکردید. کدام دروغ را خانم؟ دروغ زاغ سیاه را. خانم سلن شما با این بدرو به خوراکخوری میروید؟ بله. این کیه؟ هیچ کس. یک دوستی کهنه‌ام. مدتی در روز بود که گل نخوردیم. دوستی کهنه. زور. خب شما خیلی کهنه مولا. آخر خوراکخوری از کجا برآمد؟ فکر من زیادی است. اگر همراه او به خوراکخوری روید میل است روید دوستی کهنه‌تون است. لیکن از چشماش فهمیدم که او قدر آدمی خوب نیست. نه جونم چه خیلی فکر میکنی اون خیلی نیست یعنی یک دوستی خوبه. دوستی خوب است. سله سلام ستاره جون. سلام کمتر پیش امره را دیدم در اینجا بودنت را گفت شما چقدر جفتی مناسب بودید از یک دیگر چرا جدا شدید؟ مرا دوستانم انتظارند من میروم خیر. شما حاضر نگفتید که او دوستی کهنه هم است. چی دروغ میگوید؟ خیر میگفتید که دوست داشته کهنه هم است. چی لیوین من تنها و من شرط دادنتان لازم نیست. در نتیجه با دوست داشته کهنه‌تان خوراک خورده میتوانید. باشی سلامت. این کار از حد گذراند. شام بخیر خانم سله. همین تو نمیرسیدی کنار. اگر اجازت باشد با شما من یک شامپان کشایم. نمیخواهم آقای کنعان.
همین خانم سلم با من آمده است. در اینجا ماندن تو فایده نداره. این آدم‌ها طبیعی که اینجا دفشه. ای کرتوب دخالت نکن. تو مگر چقدر خوشحال کردنی یک زن را از کجا میدانی؟ ها؟ چار چشمه خانم سرین اگر خواهید از اینجا برآمده با یگان مکانی بسیارم زیباتری رویم. من بسیار خوشحال هستم. اگر مرا روحت گذارید بس خوشحالتر میشوم. آقای کنعان همین خانم سلم با شما گپ زدن نمیخواد. دست طبیعی خطی آدم‌ها کج که اینجا. برای آن که دستی من معیوب است با من چنین رفتار میکنید بر دوام مرا رد میکنید. در وقتش زنها از پسی من میدویدند، برای با من بودن جنگ میکردند. مگر من شخصی هستم که رد کرده شوم؟ ها آی کلتک الازی احمق. تمام آرام باشید. من پلیس هستم. پانیک نکنید. آرام باشید. آهسته از خلاخانه برید. آرام باشید. ببین احتیاط باش. تمام خانم سلیم خواطر نشید. من در اینجا هستم. اکه بکرد آن در بین مردم خیلی تیر نفرونی که ای باید یا در بعد اوی توزه گپ زدید. مایلش رفته. خانم سلیم در اینجا استید مزیر میآید. من زود برگشتم میآیم. خیلی چیکار کنم؟ باید پرابلم رو حل کنم. کجا؟ دفتر دعا را گرفته آوردن مگر اینقدر دراز میکشده؟ اینها کجا شدن؟ من یک آنها را دیده بیایم اما یعنی خانم زهرا شما هم مرا کمتر فهمید. از سحر باز در باره ذوق سیاه گپ زده ایستادن. آخر صدا بلند نمیکنه و آدم اینقدر فشار آوردن خوب نیست. نمیفهمم آخر این چی گپ است؟ چی علاقه دارد جانم؟ بابایم شما را بسیار نقص میبیند، علاوه بر این بسیار حرمت میکند. اما شما حرمت نمیکنید آخر. به ذوق سیاه توجه دارید. همین خیلی نه مگر دروغ است؟ هیچ علاقه ندارد. گوش کنید خانم، گرچنده ازدواج ما ساخته هم باشه به من زور آماده ایستاده است. نه باز این سمیه ساخته بودن ازدواج ما رو فهمیده است. از یک طرف ذوق سیاه معلوم شد، آخر شما هم مرا فهمید. دوملا من شما رو میفهمم، اما خیلی در غضب هستم. برای من ذوق سیاه هستم گفتنتان. شما رو هیچگاه نمیبخشم. در اصل من شما رو برای نافهمیتان نمیبخشم خانم، فهمیدید؟ باز بفهمم شدی من؟ آفرین به شما. دویم شما مرا جنگ میکنید. در اصل من باید شما رو برای ساخته بودن ازدواجمون رو بس همی گفتنتون و سیری بینمون رو فاش کردنتون جنگ کنم. داملا زیادالله تو را امک اکرم انتظار است. شاگیر گوشش رو کش. آفرین سمی. سیر گفته بودیم کو؟ گپ بین خودم ما میمونه گفته بودیم کو؟ چی خیلی تو دیده دانسته این کارو کردی ها؟ خفه نشو زهرا جان. ناخواست شد. این برادر کمتر مرا عصبی کرد. طاقت نکردم. حالا دندان عقل نبرآمده است. باز کورنمکی میکنید. من شما را چند بار از دست ینگه طولی نجات دادم. اگر من نمی بودم سیری شما را همه میفهمید. نمیخواهم. کمک تو با من لازم نیست. تمامی؟ حالا بابایم میآید. ها من شما میفهمم. من با پایا میفرایم. این چی خیلی گپ است؟ گوش کن، من برای چی در نزد زهرا بودنت را میدانم. برای چی بوده است؟ چون که او را دوست میداری ها. داملا زیادالله با تو یک چیز گویم. زهرا اصلا با تو عاشق نمیشود. الفا سمی از راستی سرت رو میکفم. آها این چی باشد؟ آها نیخوابی زوگ سیاه و زهرا هیله زوگ سیاه بودن رو کردی ها؟ چی میشد؟ چون زوگ سیاه من اصلا میگفتی زهرا با آغوش تو میدوید داملا سیاه. آها با تو یک چیز گویم. زهرا اصلا با تو عاشق نمیشود. چرا میدونی؟ چون که زهرا زاغ سیاه را دوست میدارد. زاغ سیاه سخترانه. ناراحت کردم. سگی دشتی. تمام آرام شوید. واهمه نکنید، پانیک نکنید. تمام دادار. چه نگاه داره؟ خیلی پراکنده شده. پراکنده شده گفتم. بسیار گپ نزن. که کنون چرا بیوده و باوده داد و فرد میزنی؟ آخر هم خانم سیلن هم مرا ناراحت کرده ایستاده اید. مادامه که دردی تو کرتکل است رفته او را دستگیر کن.
ای چارچشمه تو کسی که مرا عقل نشان میدی ها؟ اگر یک نشانه خوردکک باشد یک نشانه خوردکک که یابم اگر آن بیشتر رو دستگیر کنم اون رو تلیم پاره نمیکنم. داد نزن طلاق، من پلیس پروفسیونال هستم. در محله مغازه شیرینیات دختر صاحبش بیتول نام دارد. رو از او بپرس که کلتکل در کجاست. او خواهر کلتکل است. میشه در اینجا وحیمه کدام مردم ترسونده. بیتول خواهری کلتکل است؟ حالا من چی گفتم؟ سردارتون مگر کر است؟ کم هم مرده که خواهری کلتکل است. نابود شدی کلتکل است. چی؟ چی خیلی؟ کمیسر ما با شما گپ زده بودیم. اکا زنده است گفته بودید. باز چی خیلی مرده است؟ کمیسر شما دروغ گفته ایستاده اید. اکاتون رو از دست داده بسیار غمگین شد چون شما رو دیدم درونم پاره شد و خدا رحمتش کرد. نه در بین خطا شده است. اکای من زنده است. ها همین خیلی؟ بله. بسیار خوب. انشالله در مدت کوتاه او را میابید. انشالله. مرا گوش کن. این خوبیت را فراموش نمیکنم. کمیسر رفتیم. سردارم اینجا تیر پرانه شده است. همین خیل شده. عجبا شما در کجا میگرده؟ انا همین پران. گیرید. دست را گیر خودم میروم. ای کلتکل است ها. با دستم افتادی. گوش شوید اینجا. با دستم افتادی. باز یک بلای دیگر امریش برآمد. های خانم سلین. یعنی به این عاشق شدن اینقدر ترساور اینقدر مشکل است. بدون لزیانه و یعنی بزاوی سیاه عاشق هستی. باشد اگر خواهی بگذاره میتر باشد. همین خیل باشد. آرزو دارم که عشقی که با این نقاب داره تو را هم مانند من میسوزاند. من در داخل نقاب و چشمان شما نمودار شدن هم راضی هستم. از آنه که به تو باشم همچون زاغ سیاه مرا دوست داری هم راضی هستم. کمیسر اونال مرا باید از اینجا براری. البته آقای کنان چهر که خواهد باز شما را مفهم کنیم. این کمتر مشکل است. در بین آدمان تیر میکشایی بعد از آن باشد از اینجا ناز کنان برآمده میرویم. خیل تو را در اینجا یک دو روز مهمان میکنم. اول از تو بیانات گیرم. کمیسر من باید از اینجا در حال برایم. حالم را نمیبینی؟ اول از تو بیانات میگیرم کنعان. به هیچ کجا نمیروی. آدم برین در اینجا شی. آی کلتکل است. خواهرت را یافتم. یک چند روز دیگر در اینجا میمانم.
بسیار خوب می شود که نمک آمده گناه را به گردن گیرد من باشم برآمده روم می شود فرزندانم چی صبحی زیباست ها؟ بله اکنون بهار آمده شده است پدر جان. بله شوهرت آن مربا را دراز کن آخر خودش گرفتن نمیتواند. نه من برای حامله‌دار بودنش خسته شدنش رو نمیخواهم. جانک منه چه خیلی فکر یک دیگر را میکنند عزیزان من عزیزان. فاروق گلوگو از راستی قریم چه کاری تونی؟ باز اینش رو از کجا برآوردی؟ داملازیا زورا رو حامله‌دار از گفته با اون غمخوری کرده ایستاده است نمیبینی؟ با کارهای آنها این خیلی نظر نکن برای یک دیگرشان حتی نگاه ندارن همه چیز این دو کس دروغ است. خواهش میکنم باز سر نکن. سر نکن باز خاموش. زهرا جان با کار رفته ایستاده ای؟ بله سمی. یک جا رویم؟ چرا؟ چون که حامله دار هستی که یعنی با این حال ماشین نرونی گفته عصبهایت هم ویران است. درست میگم ها داملا؟ لازم نیست خودم خانم را میبرم. لازم نیست شکر من خودم رفته میتوانم. چه خیلی که میبینی تو رو هم نمیخواهد. کارت چی؟ با من این خیلی گپ نزن. تو رو نفهمیدم تو داملایی کی چی؟ آی کودک لبای خانم بیتون. سلام آقای سمی من شما رو برای آن ناراحت کردم. اگر امروز بیکار باشید به بیمارخانه آمده میتونید. کودکی که شما به او خون دادید والدین شما رو دیدن میخواهند. روزتون بخیر. البته که میایم بازم تا بازدید خانم بیتون جان. روز شما هم بخیر تا بازدید. من مگر تو رو نگفتم که از بیتون دور گرد. تو چی نداری؟ کاری تو چی؟ سمی لبای جانم با کجا رفته ایستاده ای؟ مرا هم میبری؟ متاسفانه میلیس جانم. متاسفانه چون که در بیمارخانه نوبت گرفتم باید عاجلا به نزد خانم بیتول روم. نوبت؟ بله جانم. داملا زیادولا شما چیزی گفته ایستاده بودید اگر به خانم بیتول یگان گپ داشته باشید با ذوق به او میرسونم. گم شو. میرسانم. روزتان خوش خانم. روز بخیر. خانم سلین مرا گذاشته با اون بدرو چه خیلی بخوری میروی؟ چرا با من این خیلی میکنی؟ به خدا مویته نمیرفتی خوب بود. تشکر به شما. انا آقای سمی هم اومدن. با کودکم با خونتان جان بخشیدید. خدا از شما راضی باشد. خواهش میکنم خانم کسی که نمی بود همین خیل میکرد. این خوبیتان را فراموش نمیکنم. مگر این خیل میشود مرا در خجالت نگذارید. کودک شفا یابد به من کفایه. آقای سمی در حقیقت به شما سپاسگزارم. یعنی کاش که درباره خون دادن دیگر ها هم حساس نبودن مثل شما. خانم بیتول قبری آشخانه کفیده از آب فواره زده ایستاده است. چی؟ استا رو دعوت کردیم اما تا آمدنی و همه جا پر از آب میشود. اکنون چیکار میکنیم؟ واهمه نمیکنیم چون که من حل میکنم. مرحمت این رو گیرید. باوری داری؟ باوری داریدش چیه؟ خواهش میکنم مرا سمی چیل هنره میگویند. در کجا است آن آشخانه بیاید رفته؟ در طرف چپ. یا سرمت را انا دیدید چه خیلی زود تعمیر کردم. آقای سمی بسیار تر شدید. دستانم تر شد. این خوب است تازه شد. در حقیقت بسیار سپاسگزارم.
همم ترسیده است هیچ گم نی براستی تشکری زیاد سلامت باشه خدا حاضر آیسته آباش تست آقای سمی حاضر من خودم یک لحظه خانم حاضر یونانی حاضر همش خوب می شود تر شدیم انا تمام تشکری زیاد به تو خواهرکم تو آخه چرا با این سمی احمق زنگ زدی؟ تو با این خیلی آدم چی کار داری؟ مگر این ملیس نیست؟ خانم ملیس بخشش که ترساندم شما را در اینجا چی کار میکنی؟ من برای چی اومده بودم؟ وای سمیر رو نگاه داشتی؟ خانم ملیس یک اونجای شرمش نیست چقدری که من میدونم شما با فکرم سمیر رو دوست میداری بله اما چی؟ مرا هیچی نمیفهمد دومولو پس نباشه شما هم راه های خودتون رو با او فهموندن رو یابید دومولو چند بار فهمونیدم او نمیفهمد آخه خانم خیلی نکنید در حقیقت شما بسیار زیبا هستید گوش کنید این رو دیده برای سمی حتی زیادی هستید یعنی مردی که شما رو دیده تاثیرات نگیرد باید کل شود از راستی؟ از راستی قدر خودتون رو بدانید خانم با کار کرده همون میخندیده با فکرم لیکن شما بسیار خنده‌آور بودید لیکن شما هم موسیقی کلام بودید دومولو با فکری شما این دختر بسنی محبوب است مگر این خیلی میشود سرش رو میکفم یعنی در حقیقت با یک دیگر هیچ موافق نیستن این رو گفته نگیدم دومولو باوری داری؟ البته باوری داره هیچ این خیلی نیست اما چی گفتن میخوای؟ دومولو مگر همه شایع نیست؟ هیچ گم نی میدونید به تو جان ما امید دارم که باز ما میخوریم ها تو بازدید و نقضی بینیم عجب به تو چی کنم یعنی امری آمدن؟ حالا خیلی حیرانم به خدا زورو جون من هم حیرانم احمقی نوبکو رو بین تو رو خبر نکرده ترک کرده میرود و باز به کدام رو برگشته میآید به خوراکشم دعوت کرد سیلین باز نگویی که قبول کردم سیلینی باورم نمیآید بعد از این قدر کار چخیل قبول میکنی آخر زورو جون چی کار میکردم یک بوره رو برویم شد در حیرت موندم در حال روزی شدم مایلش پس رفته به او روزش رو نشانده ترک کردن و بعد میفهمد که چی بوده است ای خدا ناگهان از کجا برآمد سیلین مگر تو نسبت وی نوبکار یگان حسیات داری آخر از کجا دونم جانم بسیار سرم آمیخته است این چی از او بسته من هم در چنین حالت قرار دارم بخیر است زورا جان به تو چه شده است دیروز زاغیسیو آمد چی مرا فراموش کردن نتوانسته است در رسول زاغیسیو آمدن اطرافم با من کمک کردن تو میدونست نمیدونم چی کار کنم سیلین ای باز همین خیل زهرا گوش کن تو علاقه اویلادور هستی علاوه بر این باشد حامله‌دار هستی یعنی همین خیل میدوند مرا گوش کن اگر آوازه شود تو هیچ خوب نمیشود گفتم نه چی کار کنم سیلین چی کار کنم بگو از قلبم برآورده دور کردن نتوانم سیلین من بسیار غمگین شدم بگو برآمده به یگان جا رویم میلش زهرا جان میبراییم با من ناز نکن زاغی سیاه بوده است برادر این کنعانی دیوانه در حقیقت دیوانه است مگر از نظارتخانه فرمایش میدن مگر برای برداشتن اینها ما مجبوریم ای احمق تو در نبودن یکی کنعان هر خیل گپ ها نزن کی قسم میخورم با همین سیلا به سرت زده سرت را میکفانم فهمیدی؟
چی شد؟ در خوابم یک آهوی زیبا دیدم. چون اشکهای چشمی آهوگینش را به دلم میریخت. تو شویر شده یا؟ با آن نگاه های بیگناهش دلم را پاره کرد. دلت را؟ دلی با غم و اندوه پرم را برآورده با او دادم. باز گل بیده ها؟ مرحمت. این رفت دیوانه. یک چیز پرسم ها؟ این فکر رو از کجا به سرت میاد؟ از برای خدا بگو شرف ها؟ شرف این چی فکر است ها؟ یا خدا توبه کردم. این رفتم کنون از ما شیرین انتظار است ها؟ کمتر خاموشی است. پیش درو. آهو را دیده است. نمیدونم آب نشده است. جهیده است ها؟ یک لحظه خاموشی است. شیرین رو من برده ایستادم و گبر رو تو بیزار کرده ایستاده ای. السلام علیکم خانم بتول. السلام دوملو مرحمت. تشکر. خانم بتول با این سمی گفتنی آدم گپ زدنتون رو اونقدر موافق نمیبینم. راستی نفهمیدم. یعنی مانند شما یک خانم با او خوردنتون رو من تصدیق نمیکنم. آخر تصدیق کردن شما لازم نیست خیلی نه؟ گوش کنید خانم بتول، کمتر گوش کنید. یعنی مانند شما یک آدم درست با این احمقی سمی بر اینها یعنی آنقدر مناسب نیست. دوملو شما چی گفته ایستاده اید؟ با چی مناسب نیست؟ حالا شما چی سفته گفته ایستاده اید؟ نه یعنی من سمی رو میشناسم. امروز خود در گرد شما بسیار گشته ایستاده است. من از همین سبب میگویم. مایلش فهمیدم. برای فکری مرا کردنتون سپاسگزارم. تشکر. یعنی اگر در بینتون نگاه چیز نباشد مشکلی ندارد. البته این چی مناسبت است؟ چی علاقه دارد؟ شما این راست کجا برآوردید؟ همین خیلی گفتم. مرا ببخشید. مایلش لطفاً این موضوع رو محکم کنید. تمام. مهم نیست. در رسم اون کودک شمایید؟ بله. خیر در نظرتون بوده کیست؟ اکم. چنان آغوش گرفته اید که گویا از رسم گرفتن بسیار میترسید. آن روز آیلوی به صورتگیری رفته ایستاده بودیم. من باشم هنگامی به دوگانم بازی کردنم از خانه دور شده گم شده بودم. بعد تمامی محلا مرا جستجو کردند. مگر من نمیتونم خواهرم مرا چه خیلی ترسانده بودی؟ خواهرم در کجایی؟ بتول بتول خواهر جانم. مرا اکم یافته بود. بسیار خوب بودم اما بسیار خوب در یاد دارم. بعد به صورتگیری رفته بودم چونان ترسیده بودم که بینید چه خیلی آغوش کردم او را. جانی من. با اجازت شما. روز بخیر. این چه خیلی حیات است. این چه خیلی ای کنان دیوانه از پشت تو شده و خواهرم اکای تو هستم گفتن نمیتوانم گفتن نمیتوانم. اکا خدا شما رو نجات دهد. انشالله زود میبرید. لباس های توزه تون رو ما در درآمدگاه مادیم با خبر باشید. چه لباس ها؟ چه لباس؟ من از اینجا پگاه میبرایم. ها؟ پگاه؟ های خبر خوشش میده؟ این کمیسر اونال چه خیلی آدم با فهم بوده است. من بسیار خرسند شدم. چه خیلی کمیسر اونال مسئله رو تو بگردن میگیری؟ من بگردن میگیرم؟ بله. میگویی که
من با اطراف آتش شدم من کردم میگویی رفته با خودت یک دو شاهد میابی اما همین خیلی این خیلی نکنیم اکا من میگم که این نوبکار این رو به گردن گیرد هم در بیرون برای ما یکم فایده نمیارد همین خیلی اکا از قفای شما در بیرون چیکار میکنن این من شما رو همراهی میکنم احمد حاضر من در همینجا بلیت رو مشکنم دمتان را گیرید حیوانها نموکی تایلاق این مسئله را حل کن شوخی نمیکنم اگر حل نکنی هر دویتان را نیست میکنم مالش اکا فهمیدم وقتتان با آخی رسید و بیرون برای رفتیم شرف ها یک دقیقه ایستید نماز جمعه را ترک نکنید نماز جمعه؟ به خدا معلوم است که من نماز جمعه رفته نمیتوانم به داملا رسانید که بسیار حرمتش میکنم در حقم دعا کردن را فراموش نکنید مایلش اکا شد اخنون برای های کلتکیلاس با تو چنان کارهایی میکنم که با عقلت هیچ راست نمی آید مادر جان زودتر باشد کار دارم مایلش دخترم کم ترکیست مادر جان بسیاری بد گرفتید آخر بر میگردم بعد میخورم بتول جان دلی من آرام نمیشود چون بروس نشدید در آنجا میخوری مایلش مادر جان مایلش اوه دامنو زیادو این چی تصادفی خوشم آمد شما هم در همین جا بله من هم در اینجا هستم تصادف رو بین خانم سیوال یک چای می آوردید البته دامولو به شما چی؟ نه خانم سیوال رحمت معلوم امروز جمعه است امری معروف دارم این چایم را نوشیده میخیزم بسیار درست گفتید داملا بله من هم امروز جمعه از گفته تورات کرده برآمدم خانم سیوال چای نآورید ان شاء الله بعد از نماز در حیاتم یگان جمعه رو ترک میکردم برآمده ایستادید خانم بتول ما هم کمتر پس با داملازیو به نماز جمعه می رویم خدا قبول کند آمین جمعه مبارک بیتون رو به خود رام کرده بعد با تو رو برو شده پس سیمایه نگاه کرده حلاوت میبرم سمی تو رو گذیر پای میکنم هیچ دل سوزیت نمیکنم تو رو آخرین بار آگاه میکنم دیگر تو رو در اطراف بیتون نبینم مالش من خیزم دیر نکنم روز بخیر روز بخیر دومولو به شرف را بینه با من بازی داره بعدتر با میخوریم روز بخیر باز بیایی بله محترم جماعت موضوع امروزمون درباره تربیه کردن نفس خود و چقدر فایده‌آور بودن آن می باشد تو اول نفس خودت رو تربیه بکن بعد با ما مبعیزه بکن داماد ساخته از همه امتحان وزنینی که خداوند به ما میکند مبارزه بودن با نفس می باشد آنقدر موضوع مهم است که حتی جناب پیغمبرمون در یک دعایش این خیلی فرمودند خدایا تا وقتی پوشیده شدن چشمانم مرا با نفسم تنها نگذار کمکم السلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام من باز از پشتی تو دیر موندیم از پشتی من؟ چقدر از پشتی من بوده هستن؟ تو راه را گم کردی تو با دوچرخت برخوردی راه رو یترمونیم چرا با دوچرخت برخوردی تو ها؟ از کجا دانم برآمد آخی داملا به نماز دیر نمانده ما؟ نه دیر نمانده گذاره دعا میکن که حالا سر نکردن نباشد با که کنان خودت حسابشو میدادی من به خداوند حسابم را میدیم پیش در تو یا صبر این چی گپ هسته؟ ایرک شاگرده کنانم یک طرف شینید تو در اینجا چیکار میکنی؟ کارتون چی؟ ای نوبکار یا تابا دوملو اکه کنان سلام گفت خودش آمده نتوانست از سببی در شعبه بودنش چی؟ آقای کنعان در شعبه است؟ ها به جای خودش ما را فرستاد هر دیمون را انشاءالله حبس می شود و جانم خلاص شده براحت با خواهرم آسوده زندگی میکنم اقلا نکای او بودنم رو میگویم دوملا امروز یا پگاه باید براید شما خواتیر نشد انشاءالله من به این سن و سال رسیدم این خیل چیز ندیدم اکی خلیل مگر این خیل چیزها رو گفتم ممکن است ایرک زنو محترم جماعت خاموش است تا امر معروف رو دوام دیم درباره تربیه نفس صحبت داشتیم نفسمون یعنی خواهشمون خودپرستیمون امتحان بسیار هم بزرگ است که ما باید از آن با خداوند هر زمان پناه ببریم خداوند در کتاب قرآن چنین می‌فرماید شما خود را بیگناه نگیرید با هر کاری که میکنید خدا داناتر است برادران
خداوند میگوید که ما انسان را ضعیف آفریده ایم. نفس خود را از همه چیز بالا میداند، چنانه که یگان عیب را در خود نمیبیند. از همین سبب تمام عیب و خطاها را در دیگران میبیند. انا شنیدی داملو درباره تو گپ زده ایستاده است. درباره من؟ این گفتهای داملو با من چه علاقه دارد؟ آخر انسان‌های به نفسشان رام شده میگوید تو را گفته ایستاده است. بسیار سرسده نگو. بس از برادر، ما موعظه گوش داریم. نه شما چه خیلی مسلمان هستید؟ گوش کنه نفقه خوب. الحمدلله من مسلمان حقیقی میباشم. جماعت مسلمین لطفاً آرام شوید، نفستون رو تربیت کنید. گفته ایستاده ایم، اما شما چیکار میکنید؟ داملو بخشی زیاد اول او سر کرد، علاوه بر این کدام وقتی که به نماز جمعه میآییم همین شخص مشکلی برمیآورد. بله. حالا اکنون من گناهکار شدم. نباشد من گناهکارم. نفست رو تربیت کن. نفست رو تربیت نکردی نمی خیل بشوی. یا خدایا توبه، و این شخص نفسش رو تربیت کرده بینگریده. معقول نیست. گوش نکن، فهمیدی؟ ایرج بس کن اکنون. اکی خلی مرا بس نگو، با آنها بگو آنها گناهکارند. این رو بینی حالا هم مرا گناهکار کرده ایستاده هستند. از این سال افسر نمیداری؟ این چی خیل جماعت ها؟ البته با این خیل دامولو همین خیل جماعت زیبنده است. برادران اگر اجازه دهید دوام میدیم. چخیلی که میبینید همه گناه رو با یکدیگر بار میکنند. هیچ کس نمیگوید که من گناهکارم. استاد یک سوال دارم، پرسم. معاینه سرم رو ویران کرد. مرحمت بپرس. اکنون سوال هایی که معاینه تو رو ویران میکنند معاینه من رو هم ویران میکنند. استاد من سمبوسه خوردن رو بسیار دوست میدارم. با خوردنش عادت کردم، غلام نفس شدم. استاد بسیار خواتیرم از نفسم. استاد با فکر من غلام نفسم شدم، چیکار کنم؟ هجری نفس هم چشم گرسنه است. نفست رو با سمبوسه کمتر فریب بده، اما نگذار که اون تو رو فریب دهد. چرا؟ چون که سمبوسه کالری است، بسیار کالری بلند دارد. اگر بسیار خوری فربه میشوی. احتیاط بکن. خدا از شما راضی باشد استاد. آخر هجری مگر در مسجد سوال میپرسند چرا تو با سوال هایت موعظه داملا رو میبری برادرم؟ آقا آخر هجری با موضوع امروزمون علاقمند سوال پرسید. آقا ایرج این خیل نکنید. آخر داملا این خیل نمیشود. ایرج بس است، یک بار عیب رو در خودت بین، نفست رو اینقدر بلند نکن. اکا من چی خطا کردم؟ تو چی خطا کردی؟ تو اصلا تا با پا خطا هستی. خطا. خدایا توبه. نفقه خور تو غلام نفست هستی. جماعت گرامی چیکاره که میبینید با نفسمون مبارزه بردن آسان نیست، چون که نفسمون خود رو بیگناه شمرده، دیگران رو دویم خطاکار شمردن میخواهد. از همین سبب شرط اول مبارزه با نفسمون اول خودمون رو خطاکار شمردن است. حتی معرفت در آن است که دیگران رو بیگناه خود رو گناهکار شماری. برادران از این دفتر من یک متن بسیار هم تأثیر بخش خونده بودم. با اجازت آن را برای شما خواندن میخواهم. من میگویم که هر فرد خودش گوید که من گناهکار، دیگران بیگناه است. یگانه نجات ما در بخشیدن یکدیگرمان است. از این بالاترش و جوابگری قانون میبرد. اما میبینم و فهمانده نمیتوانم. هیچ میکنم اما فهمانده نمیتوانم. کودک اگر گریه کرده میتوانستید، فهمیده میتوانستید، میگوید چون بگیریم میفهمم، چون بگیریم میفهمم. اکنون تمام حسابهای منطقی را از دست دادم. حتی چنان از دست دادم که اگر در امریکا یگان جنایت صادر شود و در تمام دنیا پرسند که قاتل کیست، منم گفته فریاد زده میتوانم. گناه کودکان بیخانه و در کوچه خواب رونده برگردن من است. چون با بیمارخانه درآیم یگان شخصی را بینم که بیماری سرطان دارد، عجبا فکر میکنم که با این من گناهکارم. من چی کردم و در بطن مادرم در خون پدرم کدام گناه و کدام جنایت را صادر کردم و عجبا کدام پاکی را ناپاک کردم و خودم را جوابگری تمامی بدی ها میبینم. خودم را گناهکار میسازم. اما بسیار انسان های هستند که نفس خود را اداره کردن نتوانستند و غلام او شده حیات خود را دوام داده رفته ایستادند و از اون بخبرند که چی ستم بزرگی بر خود و به جان خود میکنند و آنها از جمله شخصان نادانند. بله محترم جماعت، در همین جا امر معروف امروز همون انجام می‌یابد. جمعه مبارک. جناب اکرم، اگر مانده شده باشد به خانه برگردیم. چه مانده شدن؟
من نو شده شدم نو اگر تو با من موسفید از سیر و گشت بیزار شده باشی به خونه رویم زود برگرد. اینقدر زود قهر نکنید بابا اکرم. در این زمانه کسی که پول نداره او را موسفید میگن. شما جوان اوزید. همین خیل. البته همین خیل. ای 100 گل 99 تاش نو شکفته. بله همین خیل. شوکت خودم را مانند 20 ساله حس میکنم. راست دیگه بابا اکرم شما مثل کودک نوزاد جوان هستید. 20 ساله بر این هستید. اما چی؟ شوکت کنی شف نگفته شفتالو را بگو. اما چی؟ وای شما خودتون جوان هستید ولی ماشینتون کمتر کهنه. در اصل این ماشین هم بسیار خوب میرود زیباست، اما آخر این ماشین ها از مود رفتن. حاضر در مود ماشین های قدیمه است. مستنگ سالهای 70 میکنه میرود خوب. هم خیلی بخرین. شما 20 ساله این به فکرم که ماشین های قدیمه را نمیدونید. خیلی نگو. آن ماشین ورزشی در جوانی دوست داشته ترینم بود. همین خیلی با من هم معقول است. میگیریم. نفهمیدم. میگیریم. به خدا قسم خود. به خدا که میگیریم. حاضر میرویم. رفتیم. آرزوی کودکی هم این بود که من هم ماشین را یک بار بیرونم. گوش کنید جناب اکرم، هم ماشین را شما خرید 20 سال دیگر جوان نشوید من نامرد. زود باش رفتم میگیریم. تمام بنام من میکنیشم. گاز را زیر کن. اوه خدایا این چه روزی خورسندی است. استاد پسرم آخر هجری کمتر آویسته بیایه بپرس. استاد هنگامی با مسجد آمدنم یک برادر سرم رو بسیار آمیخته کرد. با جای من هم نماز بخوان گفت. استاد با جای دیگر کس نماز خوانده میشود؟ نه مگر با جای دیگر کس نماز خوانده بشود؟ نفهمیدم استاد. پسرم مگر با جای دیگر کس نماز خوانده میشود؟ خوانده نمیشود استاد، مگر این خیلی میشود؟ خوب نباشد بنویس هجری. با جای دیگر کس نماز خوانده نمیشود. خدا از شما راضی باشد. استاد با دیگر کس ثواب دادن ممکن است؟ چی؟ ثواب دادن میشود. پسرم این مگر خون است که اون رو میدهی یا توبه؟ آخر استاد مثلا فرض میکنیم که ثواب‌های من زیاد است، با یگون کس دادن میتوانم نصف شد. نه هجری، معلوم که ثواب‌هایت بسیار شده. مانند اون است که وقتی راه گشتن هم ثواب میگیری، اما با دیگران ثواب دادن نمیشود. اگر خواهی که یگون کس ثواب گیرد برای او بسیار دعا بکن. اینش بس است. اما گوش کن، لیکن گناه میگذرد. از خفای یک کسی دیگر گپ زده برای او فکر بد کنی، گناه او با تو میگذرد. هجری، از همینش دوری جستن لازم است. مرا فهمیدی؟ خدا از شما راضی باشد استاد. تمام شد؟ تمام شد. خدا راضی باشد استاد. بسیار معلومات خوب دادید. رحمت. خیر هجری، من رفتم. جدا شدن. این سفر این پسر رو فریب کردن هم لازم، دیگر چاره ای ندارم. این شوکت بویژدان چه کلمه را فریب داده. السلام علیکم هجری. علیکم سلام اکای جوهر. چه خیلی پسرم؟ شکر خدا، شما چه خیر؟ خدا را شکر من هم خوب هستم. دینه در خوابم تقاید را دیدم. حالا شیش خوب نبود. انشالله بخیر است. من در شب خواب در یک بیابان بسیار گرمی بدواهیم هستم. بعد از آن تقاید باشد از تشنگی حلقش قاه شده است. از این طرف از آن طرف با جستجوی آب میبراید، اما آب یافته نمیتواند. در این وقت قیمتی خداوند آسمان علم و دو قسم جدا شده، از داخلش یک قلم برآمد. در همان اثنا یک صدا بلند شد: آن امضا را گذاشته ثواب به دست آر، آن امضا را گذاشته ثواب به دست آر. این خیل شد از حکمتش سوال کردن نمی شود. از نوک قلم به دهان تقاید باران باریدن را آغاز کرد. همین خیلگویه؟ اکای جوهر، تقایم در آن دنیا بسیار تشنه شده است. من رفته در حقی او دعا میکنم. پسرم تو هم هیچ را نمیفهمیده ای کو. قلمی که در خوابم دیدم کو انا عینا مانندی. کنی بینم همین؟ عینا همین بود. کنی به اینجا امضا گذار. اکای جوهر، مبارک شود. بخیر است. در خواب قلم رو بینی فرزنددار میشوی، صاحب پسر میشوی. بیا یک آغوش کنم تو رو، بیا. لیکن تو هم هیچ چیز رو نمیفهمیدی پسرم. خیلی فهمیدم که عبادت خوب داری، ثواب دست میاری، اما تقاید در آنجا در چه حال است هیچ فکر نداری. آدم در بسیار حالت مشکل است. من میگویم که آن زمین هست کو، تو آن رو به نام من گذران، بعد باشد تو ثواب دست آورده به تقاید هم از این ثواب رسد. بیا. اکای جوهر، حاضر از استادم پرسیدم ثواب دادن نمی شود، یعنی ثواب دادن جایز نیست، ممکن نیست.
چه خیلی ممکنه بوده است آن استاد تو چند بار کاری ثواب کرده است. یا خدای توبه، ما هم از پیش خودمون آمدیم مصلحت کرده پرسیدیم، هم از دامولوهای با قوت فتوا گرفتم، پسرم جایز است. این دیگر مسئله است، این کاری خیر و احسان است. بیا. یعنی شما از یگان دامولو پرسیدید؟ البته بله پرسیدم، جایز گفتن. جایز میگویند؟ بله جایز گفتن. کنی به اینجا امضا گذار. اینجا منش کنی قلم را با خیر است استاد. بیا رفتیم. اوی پیش درو. این دامولهاش از کجا برآمدن؟ کثافت بلا زند. خدای توبه. این دامولا بسیار هوشیار است. این دامولازیا از پشت این زمین هجره است. تو زمین را میبینی و دیرتر. یا خدا یا خدا یا خدایا توبه، خدایا توبه. برادر لوین جان، در این کار یگان خطاگی شده نمیتونه. گوش کن، در نزد ساحل بر بسیار خوراک شامی رمانتیکی تیار کردیم. گوش کن، بسیار خنک خوردیم. باز غیژک روشنی شم بود آنجا، محیطی بسیار عالی جناب. بالای همه این تو با دختر اظهار محبت کردی، یعنی گلی. من نفهمیدم مگر از این باز زیادتر میشود؟ جانم همین خیلو نمیبینی با نزد دوست داشته پیشینش رفته است. چی؟ اینه لوین او مگر دوست داشته است؟ بله که و از من دوست داشتنش را پنهان کرد. جانم باشد، خوب که دختری راستگو بوده است. نمیبینی راستش را گفته است، یعنی تو را رنجاندن نخواسته است. پگاه باشد همراه دوست داشته کونش به خوراخوری میرود. اینه گوش کن لوین برادرم، گوش کن، حقیقت تلخ است. همچون اکد با تو این را گفتن میخواهم. اگر این دختر اگر با دوست داشته کوهنش به خوراک خوری رود، این سلین اگر دوست داشتهش را بخشد با وی میماند. اگر از هوا سنگم ریزد تو سلین را فراموش بکن برادرم. با فکر منم لوین فراموشش بکن. اصلا فراموش نمیکنم. اگر حیات پیسلی باشد مردنم بیاد. خدا را با این قیچی بخشم. قیچی را پرداخت با این خودت را بکش. ای احمق، قیچی کاری من است. ای تو چی سفسطه میگویی؟ به جای آن که لوین تو را فکر کنی تو قیچی را فکر کنی. ای خودش را کشتن سری ما را در بلا میگذارد. رو از اینجا، رو از اینجا. خدایا توبه، من به تو نگفتم گلی. این پسر سری ما را در بلا میگذارد، مگر من به تو نگفتم؟ تو چون همیشه سفسطه میگویی. من رفتم. تو با کجا بروی؟ در اصل من باید روم. با خیرش خانم زهرا با کجا میروید؟ کار شما چی؟ نه آخر اگر بابایتون پرسد که پسرم همسر در کجاست من چی جواب میگم؟ با سلیم به بیرون رفت میگوید. گوش کنید خانم زهرا، اقلا مکان میرفتگیتون رو گوید. یک به سرتون یگان چیز میوید یعنی خبردار باشم، نباشد به کجا رفتنتون مهم نیست. هیچ چیز نمیشود دامولو، به سر ما هیچ چیز نمی آید. اگر آید هم زاغ سیاه ساخته شوهر ساختم اومده ما رو نجات میدید. اوه این موضوع حالا هم پوشیده نشده است مگر؟ شما حالا هم در آنجایید خانم؟ پوشیده نشده است. خیر میبینیم چی میشه. پسرم لبای بین انا این ماشین را میگیریم. بسیار خوب، بسیار ماشین زیبا بوده است، اما این برای جوانان نیست پدر جان. برای جوانان این چی معنا دارد؟ یعنی میگویم که به شما اونقدر موافق نیست. از آنه که به من موافق بودن و نبودنش را میگویی از زنت بپرس که وای به تو موافق هست یا نه. یگان چی بگو فرو؟ آخه چی گویم من؟ خانم تولین از این خانه گریخته خلاص نمیشوید. از زهرا و از دامولا بخشش میپرسی، نباشد در این خانه تو راحت را نمیبینی باز یگان حادثه روی ندید. پدر جان التماس آرام شوید، خودتان را بهوده عصبانی نکنید. از آنی که مرا آرام شوید میگویی زنت را بگو بخشش پرسد. مهرش پدر جان. بابا جان ما به نزد سلین میروم. خوب اما تنها نرو،
با دامولازیا برو. حامله دار هستی به تو کمک میکند. وای آقا در نزدیکی می شود. یعنی یگان چیز رو دهد خبردار میکند. زنگ میزند. میلش خوب نباشد برو. احتیاط باشید. میروم. خیر تا باشید. سلامت. تا بازدید جانم. داماد لبه ماشین چهل است. ماشین خریدنی هستم. مستنگ مدل 66 بسیار زیبا. ماشاءالله تو هم ماشین را میفهمیده ای؟ کم کم شوق دارم. کمتر میفهمم. با شوکت گپ زدیم قرار دادیم که این ماشین را میگیرم. یک جای قرار داده. بله یک جای قرار دادیم. ماشین را آخر او یافت. بخیر باشد آقا. چی گپ است ها؟ با آقای اکرم ماشین ورزشی میگیری؟ تو با خودت ماشین رو میگیری یا با آقای اکرم ها؟ ای چه علاقه دارد؟ به همه کار خودت رو همراه میکنی. خیر از من پرسید که اما ماشین رو خرم چه خیلی است؟ من گفتم بهترین است. فکر کردی ماشین ورزشی او رو خرسند میکند. گرفتیم بد شد. آخر ماشین دوست داشته جوانی او بوده است. خودش رو باز هم خوبتر حس میکند. این کار یگان جای بدی ندارد برادر. شوکت در داخل این کار یگان کار دیگر رو فکر نداری؟ چه علاقه دارد برادر؟ برای بابای اکرم خودش رو خوب حس کند. گفته یک کاری ثواب کردم. یک چیز رو فهمم. کاری ثواب؟ کاری ثواب؟ همین نیتوی بد نموندیده. یا خدایا توبه. تنها تو مسلمان هستی. ما مگر کاری خوب کردن نمیتوانیم. ای چه علاقه دارد؟ مسئله را دور و دراز نکن. برادر به خدا از وقتی که من راننده شدم اهمیت ده. بابای اکرم تماما دیگر شده است. جوان شده است. موی سفید 70 ساله یکی به مثل 20 ساله شد. با فکرم خسارت در جوانیش کیف و صفا بسیار میکرده است.